داستان ایران داستان تاباوری است از کوههایی که استوار ایستادند و مردمی که استوارترند. شجاعت ما فقط تاریخ نیست، هوایی است که نفس میکشیم و نسل به نسل منتقل شده. از جنگجویان باستانی تا مدافعان امروز، شجاعت نخ مشترک ماست. این سرزمین مقدس است و ما به فرزندانمان قول یک ملت آزاد و سرافراز را میدهیم. افسانه‌هایی مانند آرش کمانگیر و بابک خرمدین به ما می‌آموزند که ایمان یک نفر می‌تواند جهان را تغییر دهد. در جنوب، کنار خلیج فارس خورشید قوی است و مردم قوی‌تر. مهاجمان با کشتی و اسلحه آمدند، اما مردان تنگستان و دشتستان را نمی‌شناختند. مردم عادی وقتی سرزمینشان تهدید شد، شیر شدند. در میان آنها یک نام می‌درخشد، رئیس علی دلواری. او پادشاه یا جنرال نبود، فقط یک پسر جنوب بود، با نمک خلیج فارس در رگ‌هایش. داستان او ثابت می‌کند که قدرت دفاع از خانه‌مان در درون همه ماست. شجاعت رئیس علی برای ایران بود، برای ما. این داستانی است که باید بارها و بارها گفته شود. این یادآوری است که روحیه ما، اگرچه آزمایش شده، هرگز شکسته نشده است. قلب ایران می‌تپد، شکست ناپذیر. و این گونه داستان ما آغاز می شود. در روستای کوچک دلوار نزدیک بوشهر، علی در میان مردم سخت کوش به دنیا آمد. او با یادگیری شرافت و عدالت از پدرش، رئیس محمد، یک رهبر محلی محترم، بزرگ شد. علی در جسم و روح قوی بود و در سوارکاری و تیراندازی مهارت داشت. مهمتر از آن، او یاد گرفت که از ضعیفان دفاع کنند و هرگز در برابر ستمگران سر خم نکنند. تنگستانی‌ها مردمی مغرور و مستقل بودند که حس وظیفه شناسی علی را شکل دادند. او به خاطر کاریزما، ایمان و حس عمیق درست و غلطش شناخته شد. دفاع از میهن برای او وظیفه‌ای مقدس بود. او به داستان‌های بزرگان گوش می‌داد و یاد گرفت که انگلیسی‌ها تهدیدی دائمی هستند. علی دخالت آنها را دید و می‌دانست که باید اقدامی صورت گیرد. مردم به او اعتماد داشتند. او در زندگی، نان و مبارزاتشان شریک بود. او پیروان وفاداری را گرد آورد، کشاورزان، ماهیگیران، عشایر که با شجاعت متحد شده بودند. تحت رهبری رئیس علی، آنها به نیروی قدرتمند تبدیل شدند. شیر جوان دلوار آماده غرش بود. یک رهبر در حال ظهور بود. رهبری داده نمی شود، به دست می آید. رئیس علی دلواری در زمانی که ایران با هرج و مرج روبرو بود، با تقسیم کشور توسط قدرت‌های خارجی به پا خواست. انگلیسی‌ها سعی کردند رشوه دهند و بترسانند، اما رئیس علی محکم ایستاد. او مردم را با پیامی ساده گرد آورد. این سرزمین ماست و ما توسط خارجی‌ها اداره نخواهیم شد. سخنان او مردم عادی را که از تحقیر خسته شده بودند الهام بخشید. در طول انقلاب مشروطه، رئیس علی از عدالت و استقلال حمایت کرد. انگلیسی‌ها با این ایدئال‌ها مخالف بودند و فشار خود را در جنوب افزایش دادند. رئیس علی مبارزان محلی را در یک مقاومت متحد سازماندهی کرد. رهبری او بر پایه احترام، فداکاری و سختی‌های مشترک بنا شده بود. او مردانش را به یاد میراثشان و ارزش مردن با سربلندی انداخت. از یک روستای کوچک، او فرمانده یک قیام مردمی شد. رهبری که با بی‌عدالتی شکل گرفته بود، آماده دفاع از میهنش. در سال 1 در حالی که جنگ جهانی اول در جریان بود، ایران بی‌طرفی خود را اعلام کرد، اما انگلیسی‌ها آن را نادیده گرفتند. آنها بوشهر را اشغال کردند و حاکمیت ما را نقض کردند. مردم جنوب با طوفانی که مدت‌ها از آن می‌ترسیدند، روبرو شدند. انگلیسی‌ها کشتی‌های جنگی و سرباز آوردند و انتظار پیروزی آسان داشتند. اما آنها رئیس علی دلواری را حساب نکرده بودند. او قبایل را به سلاح فراخواند. رهبران مذهبی جهاد اعلام کردند. کشاورزان، ماهیگیران و عشایر پاسخ دادند و برای خانه و شرافت جنگیدند. رئیس علی اکنون فرمانده مقاومتی را سازماندهی کرد که زمین را متحد خود قرار داد. انگلیسی‌ها شهر را در اختیار داشتند، اما حومه شهر متعلق به مقاومت بود. صحنه برای یک رویارویی قهرمانانه آماده شد.
با کنترل بوشهر توسط انگلیسی‌ها، رئیس علی یک حمله جسورانه را برنامه‌ریزی کرد. نیروی کوچک و ضعیف او با سلاح‌های مدرن بریتانیا روبرو شد، اما آنها شجاعت داشتند و زمین را می‌شناختند. در تنگک، آنها یک حمله شبانه غافلگیر کننده را آغاز کردند و به شدت جنگیدند. رئیس علی از جلو رهبری می‌کرد و مردانش را الهام می‌بخشید. انگلیسی‌ها از شدت و مقاومت تنگستانی‌ها شوکه شدند. اگرچه نتوانستند بوشهر را پس بگیرند، اما ثابت کردند که جنوب ایران به راحتی تسخیر نخواهد شد. رئیس علی به یک افسانه، نمادی از غرور ملی تبدیل شد. انگلیسی‌ها برای سر او جایزه تعیین کردند و به دنبال پایان دادن به مقاومت او بودند. این نبرد یک پیروزی اخلاقی بود که روحیه ملت را تقویت کرد. بزرگترین نقطه قوت رئیس علی اتحاد بود. او قبایل رقیب، تنگستان، دشتستان، دشتی را زیر یک پرچم متحد کرد. آنها با هم به نیروی قدرتمند تبدیل شدند. رئیس علی پلهایی ساخت و آنها را به یاد فرهنگ مشترک و عشق به ایران انداخت. مردم از مبارزان با غذا، سرپناه و اطلاعات حمایت می‌کردند. زنان نقش‌های حیاتی ایفا کردند، زخمی‌ها را پرستاری می‌کردند و مقاومت را تشویق می‌کردند. هر خانه به یک قلعه تبدیل شد. انگلیسی‌ها می‌توانستند شهرها را اشغال کنند، اما قلب‌ها را نمی‌توانستند تسخیر کنند. این اتحاد به نیروی کوچک رئیس علی اجازه داد تا پایدار بماند. قدرت واقعی یک ملت در اتحاد مردمش نهفته است. رئیس علی با مشکلات طاقت فرسا رو برو بود قدرت بریتانیا سلاح‌های قدیمی و کمبودهای مداوم افراد تراز میدان نبرد. خیانت تو حد ترا تهدید میکرد. زیرا انگلیسی‌ها سعی در تقسیم قبایل داشتند، رئیس علی باید هم جنگجو و هم دیپلمات می بود و در برابر خائنان محافظت میکرد. دولت مرکزی هیچ کمکی نکرد، رئیس علی و مردانش تنها ایستادند. با این حال، از آنها هرگز ننکست آنها برای ایران جنگیدند، حتی تیزمانی که توسط رهبران خود رها شدند. شجاعت واقعی ایناست که وقتی تنها هستی، استوار بایستی رئیس علی و یارانش با روی شکست ناپذیر با هر چالشی رو برابر شدند. انگلیسی‌ها نتوانستند رئیس علی را در نبرد شکست دهند یا او را بخرند. بنابراین آنها به ترور روی آوردند. در سپتامبر 2000 رئیس علی با گلوله یک خائن کشته شد. او تنها 33 سال داشت. مرگ او ضربه‌ای بود، اما او را به یک افسانه، یک شهید تبدیل کرد. مقاومت تضعیف شد، اما روحیه او را نمیتوان خاموش کرد. داستان رئیس علی به فریادی برای نسل‌ها تبدیل شد. او ثابت کرد که عشق به میهن قوی‌تر از هر امپراتوری است. فداکاری او به ما می‌آموزد که آزادی با شجاعت و خون به دست می‌آید. شیر رفته بود، اما غرش او برای همیشه طنین انداز خواهد شد. امروز میراث رئیس علی دلواری درخشان‌تر از همیشه می‌سوزد. شهادت او به عنوان روز ملی مبارزه با استعمار بریتانیا گرامی داشته می‌شود. خانه او موزه است. مجسمه‌های او به عنوان یادآور مقاومت ایستاده‌اند. داستان او الهام بخش نسل‌های جدید است، در مدارس، شعرها و آهنگها. در هر عمل میهن پرستی، روح او زنده است. رئیس علی نماد شجاعت، شرافت و اراده ما برای آزادی است. او و یارانش نشان دادند که مردان ساده میتوانند با غول‌ها روبرو شوند و عقب نشینی نکنند. فداکاری‌های آنها هدیه‌ای به ما آینده است. ما باید آنها را با محافظت از استقلالمان به یاد آوریم و گرامی بداریم. رئیس علی بیش از یک قهرمان است. او چراغ راه آینده ماست. تا زمانی که ایرانیان این سرزمین را دوست دارند، روح ایران شکست ناپذیر باقی خواهد ماند.